برنج هندی و پاکستانی داری؟ نه هیچ کدومشو نداری. چند وقت نداری؟ حدود 20-25 روز نداری. قیمتش اگر باشه الان چنده؟ والا من شنیدم پاکستانی که بالای 200 تومنه، هندی هم رو 150-60 به بالا میگه. حالا برای اینکه ببینیم علت کمبود برنج خارجی در بازار چیه، همراه با بازرسان به یکی از انبارهای جنوب شهر تهران سری زدیم. انواع اقسام برنج‌ها با نشانهای مختلف وارداتی که بهش هم ارز دولتی تعلق گرفته برای تامینش. این برنجایی که شما مشاهده میکنید با ارز 28000 تومانی وارد کشور شده، توزیع نکردن. برای دور زدن قانون 10% اینا وارد بازار کردن. 90% کالاشون تو انبارا هست. چه میزان بوده؟ حدود 400 تن. ارزش ریالیش چقدر بوده؟ 500 میلیارد ریال. برنجای کجاست اینا؟ واسه کجا؟ برنج پاکستانیه، برنج باسماتیه که اصلا مثلا تو بازار اصلا نیست، خیلی کمه. احتکار کنندگان این برنج ها رو در سامانه انبارها ثبت می‌کردند، اما با انتقال از یه انبار به انبار دیگه سعی می‌کردن رد این بارها برای بازرسان گم بشه. با این شگفت که جابجا میکنن به مدت 2 ماهه، 1 ماه، 2 ماهه از این انبار به اون انبار، فکر می‌کردن که مثلا اتفاق نمیفته. هم جریمه در پیش روشون هست، هم ضبط کالا، هم توزیع در شبکه رسمی که به دست مردم و مصرف کنندگان واقعی برسه. مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما.